اینجوری حالتون چطوره؟ به یک قسمت دیگه از ویدیوهای مقایسه ایمون خوش اومدین. حالا قراره من ویدیوی مقایسه شیلم و فلورما رو براتون گذاشتم و خیلی خوشتون اومدم اینجا که مقایسه دو تا مارک فلورما رو انجام بدم براتون. اینجا دو تا کرم پودر داریم از یه برند ولی مدلاش فرق میکنه و این مدل ویتامین ای داره و مدل مات تاچ هست و این کاوریج مات هست. خب میخوام دوتاشو امتحان کنم ببینم آیا اصلا کدوم. میگن کاور این بیشتره ولی خب من خواستم از فروشنده بخرم، گفت این و این یکیه و فقط پکیجش فرق میکنه، ولی خب من همچین اعتقادی ندارم و حالا این قیمتش گرونترم هست. بس بیاین تستش کنیم ببینیم که کدوم ارزش خرید داره حال که قراره بخریم. این طرف صورتم این مدلشه و این یکی رو روی این طرف صورتم. خب از هر دوتام یه پانو زدم. برای که واضح تر ببینید این دو طرف روی پیشونیم هر کدوم یه لک میذارم و بعد ببینم با این کاور آیا کاور میشه یا نه. اینجوری میذارم ببینم کدوم بهتر کاور میکنه. این از این مدل. خب کاور یعنی واضحه که کاور کدوم خیلی بهتره. این مدلش با اینکه گفتن بسته‌بندی تغییر کرده و هیچ فرقی نمیکنه، کاملا فرق میکنه. این مدل کاورش خیلی بیشتره، اصلا ببینی متوجه میشی. این مدل کاورش خیلی بیشتره، اون مدل گرونتر از اینه و اگه خواستین بخرین یک کرم پودر فول کاور خواستین بخرین به نظرم از این مدلش بخرین و هر چقدر فروشنده گفت یکیه قبول نکنم. پخش کردم کلا کاور کرد، حالا خیلی بدم چیز کردم حتی ابروهام، ولی اینجا رو نگاه کنین به هم گفت دوتاش یکیه، گفت دوتاش یکیه.